سلام و درود رفقا، خیلی مخلصیم. الان میخوام براتون معرفی دوچرخه تریال رو براتون انجام بدم، با ما همراه باشید. رفقا این دوچرخه تریاله، این ساید 20شه بچه‌ها. ساید چرخاش هم اینطور که میبینید کوچیک 26 هم داره. بعد عرضم به حضورتون که این ترمز تیار بهش میگن، این ترمز جلومه، این هم ترمز عقبه، برند هشتگ، برند نسبتاً خوب، فرمون کربن. بعد خیلی ها سوالشون اینه که چرا صندلی نداره این دوچرخه ها. اینا چون صندلی نداره به خاطر اینکه یه سری کارهای خطرناک باهاش انجام میدیم، کارهای خاص انجام میدیم باهاش، به خاطر این صندلی نداره. بعد سیستم ترمزش هیدرولیکه، همینطور که میبینید از اینجا یه پیستونی داره که حتی که فشار میدیم روغن رو از داخل این شیلنگا میاره اینجا. همینطور که میبینید دقت کنید، این نحوه ترمزگیریشه. روغن رو فشار میده میاد اینجا، لنتو میچسبونه به طوقه. جلو هم همینطور، ترمز جلوش هم همینطوره، ولی خب یکم سیستمش فرق داره، این چون برندش با این یکی برنده فرق داره به خاطر اینه. بعد اینم دو شاخشه. طوقه هاش یه چیزی در مورد طوقه هاش براتون بگم که طوقه اینا بچه این تویوب نیست. خیلی ها سوال میکنین که این تویوب آیا نه آقا این تویوب نیست، این ما بهش میگیم نوار طوقه. یه لایه روی طوقه میفته، بعد تویوب داخل لاستیک میفته. بعد خیلی هم سوالشون اینه که آقا این تویوبلسه یا تویوب داره اینا؟ بله آقا اینا تویوب داره. این نوار طوقه است که اینجاست. بعد اینایی که برش خورده داخل طوقه، اینا به خاطر اینه که شما بگو، به خاطر اینه که سبکتر بشه طوقه. بعد اینا هم نوار طوقه و تویوب هم میفته داخلشو. بعد اینایی هم که میبینید خراش دادیم، اینا که هم صاف نیست، اینا سنگ فرز گرفتیم اینجا که به خاطر اینکه ترمزگیری بهتر باشه. بعد چیز دیگه که براتون توضیح بدم، این بزن دوچرخه رو بچرخونه. این سمتش بچه‌ها قسمت زنجیر و دنده زنجیر و خورشیدی و خودرو ایناست. خودرو اینا جلوه. بعد حالا خیلی جدیداش که مثلا تازه تو بازار اومده، این داخل این توپیه جدیداش، ولی خب این چون قدیمیه خودروش جلوه و خورشیدی ثابتش عقبه. یعنی جلو هرزگرد خودروه، عقب ثابته، خورشیدی ثابت عقبه در است. بعد پنجه هاش هم که پنجه های همه اکثر قطعات این دوچرخه آلومینیومه. کربنش هم موجود هست براتون بگم که، ولی خب از کربن فقط من یه فرمونم کربونه. همینطوری که میبینید این گوشاش خورده شده، اینا تیکای کربونه که اگه زوم بشه میبینید اینا بافتشو، اینا بافت کربونه این فرمون. بعد این دو شاخ آلومینیومه، ولی خب آلومینیوم ضعیف‌تره نسبت به کربن. بچه‌ها اینو در نظر داشته باشین. دوچرخه‌های جدیدی که الان تو بازار هست اکثرا کربونه، اینا آلومینیومه. بعد خیلی مخلصیم رفقا، اگه سوالی چیزی دوباره دارین ازم بپرسین تو کامنت ها. این بود ویدیو معرفی دوچرخه. حالا این معرفی جزئی بود، اگه سوالی چیزی داشتین تو کامنت ها دوباره بپرسین. بعد ویدیوهای آموزشی دوباره باز براتون میگیرم. خیلی مخلصیم، شبتون بخیر. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. چشامید.